تقوی مراد سنگوف ساکن دهه آب شیرین جماعت کمگورت نویه تیمور ملک با فرزندانش یعقوب جان و طالب جان به این دهه از مسافه 4 کیلومتر دو خط آب نوشاکی گذرانیدند که با شرافت این کار خیر اکنون مردم و چارهای این دهه با آب شیرین آشامیدنی تامین گردیدند. درباره این عمل خیر روز 15 دکبر سال 2022 روزنامه حکومت نویه تیمور ملک استقلال در فیسبوک در مطلب با نام برای عمل خیر پول مهم نیست خبر داد. سهیل شریف زاده مؤلف خبر می نویسد از کم بودن آب و همان در داخلشان وجود داشتن شلوغ در دهه ما هر سال گاوهای مردم می ففتیدند. حالا باشد با اومدن آب این مشکلی قریب که حال خودش را پیدا کرده است، میگوید امک تقوی مراد. همزمان او ابراز می‌دارد که در این عمل خیر که با حساب عمومی زیاده از 30,000 سومانی خرج گردیده است پول مهم نبود، برعکس مردم در پهلوی ما ایستادند و در یک جایگی این عمل خیر را به انجام رسانیدیم. از همه مهم این است که ما نیت نیک کرده در یک جایگی کار را آغاز کردیم، گفت است تقوی مراد سنگوف. با وجود آن که این دهه آب شیرین نام دارد تا کنون مشکل کمابی میکشید.